جناب بندویی، شما عضو رهبری حزب مردم بلوچستان هستین، یک بلوچ هستین، برای حقوق هویتی بلوچ ها مبارزه میکنید، به صورت سازمانی هم مبارزه میکنید. شما هم روایت های خودتون رو دارین، حرف های خودتون رو دارین در رابطه با موضوعی که جناب رسولی هم مطرح فرمودن. شما به عنوان یک بلوچ، چه از منظر خودتون به عنوان یک فرد بلوچ، چه از منظر سازمانیتون در رابطه با این حقوق زبانی میخوایم بیشتر آشنا بشیم. مشکل شما چیه؟ شما چه احساسی دارین؟ شما فکر میکنید که بلوچ ها چه احساسی دارن؟ آیا این حس تحقیر و تبعیضی که در برخی نقاط ایران به شدت وجود داره و حتی از طرف مثلا یک اتنیک، یک زبان دیگه مورد تحقیر قرار میگیرن، آیا این در بلوچستان هم وجود داره؟ و شما در رابطه با این تأمین یا حقوق برابر در بعد زبانی چه پیشنهادی داریم به عنوان چه حزب مردم بلوچستان و یک کنشگر سیاسی؟ بفرمایید، خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت شما آهنگری گرامی و به اضافه آقای رسولی عزیز که مدت هاست ندیدمش، حتی از طریق آنلاین هم، و بینندگان گرامی. ببینید، زبان از آنجایی که به عنوان یکی از شناسه ها و شاخص های بسیار بسیار با اهمیت تاریخی هر جمع انسانی است که پیشینیان اون جمع انسانی در مبارزه با طبیعت، در تنشی که با اون جغرافیا داشتن، برای زنده ماندن و ایجاد رابطه بین اون مجموعه خاص خلق کردن، به وجود آوردن این زبان رو. به همین دلیل یکی از مهمترین هویت‌های تاریخی هر کسی خودش رو به عنوان یک ملت به حساب میاره. و فلات ایران رو هممون میدونیم که این فلاتی بوده که گاه در دست ترکان بوده، گاه در دست نمیدونم فارسان بوده، گاه در دست کردها، گاه در دست بلوچ‌ها و حتی در دست پشتون‌ها. یعنی اینکه این امپراتوری که در ایران بوده یک امپراتوری رنگارنگی بوده، همچنان که همین الان هم بسیاری از آنهایی که بر علیه برابری زبانها در واقع دارن صحبت میکنن نمیتونن منکر این باشند که ایران به عنوان یک کشوری است که تاریخاً رنگارنگ بوده، از هویت‌های تاریخی مختلفی که در حوزه‌های جغرافیایی گوناگون این فلات زندگی کردن تشکیل شده. اینو نمیتونه کسی منکرش باشه. اما متاسفانه با توجه به هر حال به از اون زمانی که این ملت دولت‌ها شکل گرفتن، از یک سو حضور استعمار انگلیس در منطقه، تنش‌هایی که بین خود استعمارگران بود، قضیه ساکس پیکو رو همه بیاد دارن که به دلیل اینکه حدود 100 سال گذشت و تمام اون اسرارشون رو بعد از 100 سال، فکر می‌کنم 2 سال پیش بود که پخش کردن و همه جای دنیا رفت که چه برنامه‌هایی داشتن. به همین دلیل مردمانی که در ایران زندگی میکنن، که کشوری امروز در واقع اون امپراتوری بزرگ تبدیل شده الان به قول معروف به یک گربه که سمت گردن و سر و گوشهاش رو ترک‌های آذربایجان هستند و دمش هم متاسفانه ما بلوچ‌ها داریم تشکیل میدیم. این گربه در واقع بازمانده است از مجموعه همان کسانی که اسامیشون رو بردن، برای از گوش‌های مختلف رنگارنگ، از کرد و فارس و ترک و عرب و بلوچ و پشتون، همه رو در نظر بگیریم تشکیل شده بود از اینها. ولورا یه دفعه دوستان لور یه دفعه اعتراض نکنن ترکمن‌ها. متاسفانه این تنش‌هایی که در میان این ابرقدرت‌های جهانی وجود آمده بود، ما مردمان اونجا قربانی سیاست‌ها اونها شدیم. ببینید، اون انقلاب مشروطیت یکی از دستاوردهایی است که در خاورمیانه یکی از مهمترین انقلابی است که مردم شرکت داشتن در آن و مسلماً بدون همکاری همین مردمان گوناگون این انقلاب اجتماعی شکل نمی‌گرفت. اما متاسفانه جنگ جهانی اول اتفاق افتاد و پس از جنگ جهانی اول می‌بینیم که به هر حال از یک طرف روسیه، از یک طرف به هر حال انگلیس و بعد آمریکا، همه اینا تسلط پیدا کردن به اون فلات و نهایتاً یه انقلاب، یک کودتایی رو انجام دادن و رژیم پهلوی رو جانشین اون سیستم قدیمی که قاجاری بود کردن. از اون زمان به بعد متاسفانه
با توجه به شناختی که الیت فارس آن زمان حول رضاشاه پهلوی جمع شدن از یک طرف و از سوی دیگه راهنمودهایی که از سوی همین استعمارگران بود که کودتا کردن اینا را آوردن که ایران رو باید تبدیل به یک ملت بکنن. در نتیجه بر اساس اینکه چون یک ملت هست باید یک زبان، یک فرهنگ و یک هنر و به هر حال همه چیز باید یکی بشه دیگه. به همین دلیل از همون آغاز سیستم پهلوی که قدرت و حاکمیت سیاسی رو به دست گرفت، متاسفانه روی همین شناسه اصلی که هویت تاریخی هر کدوم از ملیت‌های ساکن اون فلات هست یا ساکن اون ایران امروز هست، متاسفانه اینها رو همه رو محدود کردن، جلوی همه رو گرفتن، در واقع به یک شکلی یک نوع جنوساید و نسل کشی آرام و تدریجی رو علیه این ملت‌های ساکن ایران به کار بردن. نتیجهش همینه که امروز متاسفانه در بلوچستان می‌بینیم که مثلا مادر بلوچ به خاطر اینکه فرزندی که در دامن خود داره میپرورانه کمتر قربانی تبعیضات اون حاکمان تمامیت خواه تهران نشه، بچه خودشون رو در محیط متولد میشه که جای بسیار واقعا تأسف و درد است در طول این مدت که زبان فارسی بهشون یاد میدن. البته بیشتر اونایی که در شهرها هستند و به شکل‌های به قول معروف در مناسبات شهری و اینا قرار دارن دیگه به شکل‌های مختلف. و به همین دلیل می‌بینیم که واقعا زبان بلوچی الان در بلوچستان هنوز است، با توجه به اینکه محروم شد از تشکیل دولت ملت خودش از یک سو و از سوی دیگر حتی محروم شد از همون انجمن‌های ایالتی و ولایتی که در قانون اساسی مشروطه تصویب شده بود. می‌بینیم که این زبان آرام آرام کنار زده شد و زبان مسلط، همچنان که داریم می‌بینیم فرهنگ هم مسلط و همچنان که داریم می‌بینیم با آمدن جمهوری اسلامی حتی مذهب و دین مسلط آنچه هست که تمامیت خواهان حاکم بر ایران داشتن. و متاسفانه میگم که زبان بلوچی الان در یک حالت واقعا نیمه میرایی هست. نیمه میرایی به این دلیل میگم که برخلاف تمام این تبعیض‌هایی که از سوی حکومتگران بر علیه مردم بلوچ بوده است، متاسفانه و خوشبختانه بخش قلیلی از کسانی که به هر حال به عنوان کسانی بودند که اهمیت این زبان رو و باورهای مختلف قوی داشتند در ارتباط با حفظ این هویت‌های تاریخی، به هر حال به شکل زیرزمینی مونده بود برای اینکه ترویج بدن این زبان بلوچی رو نگه داشتند. و خوشبختانه الان نکته‌ای که میخوام عرض بکنم الان و واقعا یه آفرینم بفرستم به خانم سلیمانی و آقای رسولی این است: ببینید آگاهی واقعا عامل اصلی جنبش‌های حق طلبانه است و خوشبختانه الان با توجه به این که این سوشیال میدیا رشد واقعا آنچنانی کرده که قدرتمندان حاکم بر کشورهای مختلف رو که همیشه سانسور میکردن همه چیز رو، چرا که میده در دست اونها بود، فقط اینها رو خلع سلاح کرده. الان کوچکترین حرکتی که انجام بشه در سوشال میدیا، البته به شرطی که به قول معروف درست بدونن و که چگونه استفاده بکنن، در اسرع وقت واقعا میشه مسئله روز. همچنان که این شعار من و فارسی یا این برای هشتگ من و فارسی، میبینیم که الان 23 میلیون در داخل ایران این رو دیدن و عکس عمل نشون دادن. به همین دلیل این آگاهی واقعا تاثیرگذارترین نکته‌ای هست، تاثیرگذارترین در واقع فاکتور و عاملی هست برای جنبش‌های اجتماعی. و خوشبختانه الان مردمانی که در داخل ایران هستند و هویت‌های تاریخی مختلفی دارند و خواهان بسیار بسیار عجولانه واقعا این مسئله برابری حقوق در آنجا هستند، تلاششون همین است که در اتحاد با هم دیگر از این گونه سیستم ها و حکومت های تمامیت خواهی که بنیان حکومتشون بر واقعا تبعیض استوار است، چرا که فرق نمیکنه تمامیت ها چی ایدئولوژی مذهبی باشه، چی ایدئولوژی به قول معروف برای ملی‌گرایی باشه و هر چی که بخواد باشه، این باعث میشه که آنهایی که جز اون محدوده خودیشون قرار نمیگیرن مورد تبعیض قرار میگیرن. و همین است که الان میبینیم که ایران ما الان دچار همین مشکل هست و تنها راه سرنگونی این نظام برقراری یک سیستمی که در واقع این حاکمیت ملی رو
در سرتاسر ایران و در میان اون حوزه‌های جغرافیایی تقسیم کنیم. آقای بندوی، آخر صحبت‌های شما به یه مسئله اشاره کردیم که من عرض کردم یعنی میشه شاید گفت که در این قسمت پایانی برنامه راهکار شما به عنوان حزب مردم بلوچستان برای پایان دادن به این تبعیض چی هست؟ شما چه فرمولی، چه مکانیزمی، چه راهکاری رو پیشنهاد میکنید که این ستم حالا هویتی، مذهبی، اتنیکی، اقتصادی و غیره و غیره پایان بپذیره و یک برابر حقوقی به وجود بیاد؟ ببینید، من یه نکته اول مطرح بکنم قبل از اینکه پاسخ بدم به این سوال. شما سوال کردید در ارتباط با اینکه عکس العمل به اصطلاح مردم فارس زبان در ارتباط با این هشتگ چی بوده. از جناب رسولی پرسید. جناب رسولی چیزی گفتن، ولی به نظر من نکته بسیار مهمی که اینجا واقعا قابل اهمیت هست این است که نقاب از چهره بسیاری از آنهایی که مدعی دموکرات بودن برداشت. نشون داد که واقعا وقتی که مسئله تمامیت خواهی باشه خیر دیگه نمیتونن خودشون نگه دارن. همچنان که میدونیم که بسیاری هم شعار علیه جمهوری اسلامی رو میدادن، منتها تحت بهانه تمامیت ارضی فوراً میگفتن ما لباسمون رو میپوشیم و میریم در کنار سپاه پاسداران نمیدونم برای حفظ مرزهامون میجنگیم. این واقعا نکته بسیار مهمی است که درک بکنیم و در عین حال هم به نظر من با توجه به حال نگاهی که من داشتم روی این سوشال میدیا اینا، کم نیستند از مردم فارس هم، از آگاهان فارس هم که در ارتباط با این برابر حقوقی زبانها و رفع تبعیضات بسیار نزدیکند و بسیار هم عقیدند با ماهایی که نزدیک به یک قرن واقعا دیگه تحت تبعیض دیگه کمرمون خم شده، واقعا دیگه گردنمون به قول معروف خم شده زیر این بار سنگینی که روی دوشمون بوده به خاطر این تبعیضات. و در این حال هم یک تعداد افرادی واقعا به شکل بسیار جانانه که جای قدردانی داره به نظر من در کنار ما ملیت‌های تحت ستم از مردم فارس وایستادن که واقعا به نظر من جای قدردانی داره در این باب. و اما ببینید ما کلا همه مردمی که در ایران زندگی میکنیم و زبان مادریمون زبان فارسی نیست، با زبان فارسی اصلا مشکلی نداریم که هیچ، بلکه با توجه به تاریخی هم که داره و با توجه به تمام این همه آثار گرانبهای تاریخی که در واقع با این زبان مانده که اکثرا هم اتفاقا آنهایی که نقش داشتن در خلق این هنرهای تاریخی و این آثار تاریخی نوشتاری و کتاب‌های تاریخی هم غیر فارس بودن، همشون فارس نبودن. این یک واقعیتی تاریخی که میشه با 1001 زبان هم با 1001 دلیل هم به اثبات رساند. اما آنچه که مسئله هست و ما مشکل داریم این هست که زبان فارسی رو تمامیت خواهان حاکم بر ایران یک ابزار کردن برای سرکوب و یک ابزار کردن برای اینکه یه نسل کشی تدریجی بر روی این صفحه تاریخ اون منطقه به اسم فلات ایران هست در واقع راه بندازن که نزدیک یک قرن واقعا و در طول این یک قرن میبینیم که چقدر تأثیرات مخرب گذاشته این سیاست تمامیت خواهانه‌ای که با زور سرنیزه و به شکل سیستماتیک اون هویت تاریخی این مردم رو به شکل‌های مختلف از فرهنگ و هنرش بگیریم که جای خود دارد. منتها به طور مشخص من بلوچ نمیتوانستم که بلوچی بخونم و واقعا اینجا تأسف داشت. من اتفاقا در ارتباط با یه فکر میکنم دیشب بود که در صحبتی که در همین کلاب هاوسی که من فکر میکنم شما بودید اونجا بودم، یک صحبت‌هایی رو از یک خانم ترک شنیدم که واقعا در اون لحظات احساسی رو اون بیان میکرد. من با اینکه با قول معروف یک مردم و نوازی باشم منتها اشکای منم در اومد. فکر میکنم اسم اون خانم تارا بود تا جایی که یه چیزا یادم میاد در این رابطه. این بیانگر این هست که واقعا برای کودکان غیر فارس اون تونل تاریک زجر واقعا از همون لحظه شروع میشه که پدر و مادر دست بچه‌شون رو میگیرن و میبرن به کلاس اول دبستان که تحویلشون میدن. حالا در بعضی هم خیلی به قول معروف خوششانس هستند و دوران پیش به قول معروف دبستانی هم دارن. از همون جا شروع میشه
و این دردی که واقعا ناشی از این واقعا تونل تاریک هست و تاثیر بسیار زیادی روی شخصیت و توانایی‌های همه انسان‌هایی که به این شکل هستند. به همین دلیل هم است که یکی از مانیفست‌های منشور سازمان ملل متحد به عنوان حق کودک هست که آموزش باید با زبان مادری آغاز شود. در اونجاست که در واقع این نشون میده که چقدر زجر کشیده شده. منتها یه نکته دیگه هم من اتفاقا علاقه‌مندم اینجا مطرح بکنم این هست که زجری رو که در اون تونل تاریک به نظر من یک ترک زبان و یک عرب زبان کشیده، من بلوچ و توی کرد و نمیدونم اون کسی که به عنوان لور هست نکشیده. به دلیل به هر حال میبینیم که این زبانهایی که فارسی و بلوچی و کردی و لوری و بعد اینا از نظر تاریخی یک ریشه مشترک دارن و کلمات بسیار زیادی مشترک هست. از من و تو با شما ایشان بگیریم تا حساب کردن و ولی واقعا اون کودکی که زبان مادریش عربی هست و زبان مادریش ترکی هست، به نظر من واقعا به همین دلیل است که کسانی مثل تاراها رو داریم. بنابراین آنچه که لازم هست که این معضل حل بشه این هست که این سرزمین همانند آنچه که به شکل البته سنتیش دارم مطرح میکنم، به شکل به قول معروف یک کسی بود، حالا به شکل امپراتوری بوده، شاه شاهان بوده و هر منطقه شاه خودش رو داشته. الان هم که توی قرن 21 زندگی میکنیم و اون سیستم های سنتی اداری کشور دیگه نمیتونه پاسخگوی این زمان که مسئله دولت ملت ها مطرح هست جوابگو باشه، چرا که اون زمان به هر حال یا امت بودن یا رعیت بودن. به همین دلیل هم هر کجایی که یه شاه داشتیم رعیت هایی داشت و یک شاه شاهانی هم بود که باز به هر حال به شکلی هم برتری داشت نسبت به اون شاههای دیگه. ولی الان در قرن 21 از قرن 20 به این سو که مسئله شکل‌گیری ملت دولت ها در واقع مسئله جامعه جهانی بوده، بعضی مثل بلوچ ها و کرد ها و ترک ها و به هر حال بقیه در این فلات این شانس رو نیاوردن که بتونن ملت دولت ها خودشون تشکیل بدن. هر چند که واقعا آن زمان که دولت های جمهوری آذربایجان و جمهوری کردستان در دوران پیشوری و در دوران قاضی محمد شکل گرفت، مناسب ترین روش ها و بهترین دوستی ها در میان این دو ملت بود. این دو ملتی که در واقع همیشه تمام حکومت های مرکزی تلاش بر این بوده که تنش وجود بیارن در میان این مردم. به همین دلیل لازم هست که یک سیستمی در ایران حاکم شود که اون سیستم حکومتی حاکمیت ملی این ملت هایی رو که تاریخاً دارای هویت تاریخی در اون حوزه های جغرافیایی که در کشوری در امروز به نام ایران وجود دارن باید وجود داشته باشه. سرنوشت مردم در درون حوزه های جغرافیایی باید در دست خود اون مردم باشه و یک دولت مشترک مرکزی باشه که اون دولت مشترک مرکزی در واقع تمام این ملیت های تاریخی این سرزمین در شکل دهی و در فرمان روایی و حاکمیت اون دولت مرکزی نقش داشته باشند. در این صورتی است که در واقع زبان ترکی، کردی، بلوچی، عربی، لوری، هر ترکمنی هر کجا است در اون مناطق خودشون به عنوان یک زبان رسمی اون منطقه باید باشه و خواهد شد. در این حال ما احتیاج به یک زبان به قول معروف ارتباطی هم داریم. حالا یه عده زبان اسم مختلفی براش دارن. اگر هم رایگیری هم بذارن اون زبان، من مطمئنم با توجه به سابقه تاریخی که زبان فارسی داره مطمئناً زبان فارسی به عنوان زبان ارتباطی خواهد بود، چرا که ما مشکلی با اون نداریم. ولی در این حال زبان بین‌المللی هم لازم است اونم باید باشه. تنها راهش همینه، تغییر این سیستم حاکمیت و تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی در میان مردمانی که تاریخاً دارای هویت‌های تاریخی در اون سرزمین هستند. بسیار ممنون. جناب بندوی، شما به عنوان حسن ختام و جنبندی اگر نظرتون رو در رابطه با هم این کمپینی که به راه افتاد و هم در رابطه با آینده بفرمایید خیلی ممنون میشم. یکی از نکتهایی که من متوجه شدم در ارتباط با این کمپین که یه جنبه بسیار بسیار مثبت داشت این بود که در این روم‌های کلاب هاوس استقلال طلبان و فدرال خواهان ملیت‌های گوناگون در کنار هم بودند و این در واقع نشان داد که اگر چنانچه ماها با وجود تفاوت‌های سیاسی، تفکرات سیاسی داریم، حول
اون مسائلی که مشترک هست در کنار هم باشیم به جای اینکه بر علیه همدیگر باشیم، این میتواند واقعا ما رو خیلی سریعتر به اون اهداف مشترکی که داریم برسونه. من نکته‌ای که بخوام بگم در واقع همین است و به نظر من بدون حاکم شدن دموکراسی در این فلات نه فدرال خواهش میتونه به اون اهدافی که مد نظرش هست برسه و نه استقلال طلب ملیت. بنابراین مهم هست که ماها با احترام به همدیگر، با تحمل و مدارای همدیگر، تلاشمون همین باشد که به شکل مشترک در رابطه با اون نکاتی که مشترک هست در میانمون با همدیگه کار بکنیم و با احترام و با همدیگر. بله، خیلی ممنون.